درود به تمام دوستان، با قسمت 235 برنامه یا میدانستید در خدمتتونم. آیا میدونستید راه آهن سراسری سیبری نه تنها طولانی ترین شبکه راه آهن در روسیه است، بلکه طولانی ترین شبکه راه آهنی در کل جهانه؟ طول این شبکه راه آهنی 9288 کیلومتره و 30% صادرات روسیه از طریق این مسیر حمل میشه. همچنین این راه آهن سالانه 200,000 کانتینر باری رو به اروپا میرسونه. جالبه بدونید این سفر 9288 کیلومتری 7 روز طول میکشه و مسافران قطار از 8 منطقه زمانی متفاوت رد میشن. همچنین این قطار در طی این مسافت از روی 3901 پل رد میشه. آیا میدونید کوچیسابیشی چیزیه که خیلیامون دچارشیم؟ لغت کوچیسابیشی در زبان ژاپنی با حالتی گفته میشه که گرسنه نیستی، اما چون دهنت تنها و بی‌حوصله است باید یه چیزی پیدا کنی که بخوری. آیا میدونستید انسان میتونه بدون معده، بدون طحال، بدون یکی از ریه ها و یکی از کلیه ها، بدون 75% کبد و بدون نصف روده زنده بمونه؟ البته خب بدون هر کدوم از اینا بدن ممکنه آسیب پذیر بشه. مثلا اکسیژن رسونی و گوارش و سیستم ایمنی دچار مشکل بشن، اما باز با این حال میشه سالها زنده موند. آیا میدونستید اثر انگشتان دوقلوهای همسان یکی نیست؟ این به این دلیله که عوامل محیطی در طول رشد در رحم مثل طول بند ناف، موقعیت در رحم و سرعت رشد انگشت بر اثر انگشت دوقلوها تأثیر میذاره. آیا میدونید سرعت چرخش زمین در حال تغییره؟ در واقع سرعت چرخش زمین در حال کند شدنه. یعنی میشه گفت که هر 100 سال حدود 1.8 ثانیه به طول روزهامون اضافه میشه. جالبه بدونید که حدود 600 میلیون سال پیش طول یک شبانه روز فقط 21 ساعت بود. حالا شما دوست دارید طول یک شبانه روز کمتر باشه یا بیشتر؟ آیا میدونستید مغز شما داره دائما از خودش تغذیه میکنه؟ نام این فرایند بیگانه خوری یا فاگوسیتوزه و طی اون سلولها و مولکولهای کوچکتر رو میپوشونن و مصرف میکنن و با این کار اونا رو از سیستم خارج میکنن. البته نگران نباشید، این عمل برای ما مضر نیست. در واقع این کار به حفظ ماده خاکستری مغز که جزء اصلی دستگاه عصبی مرکزیه کمک میکنه. آیا میدونستید این بزرگترین مدفوع فسیل شده کشف شده است؟ این مدفوع فسیل شده که در چین کشفش کردن 30 سانتی متر طول داره و بیش از 2 لیتر حجمشه و همانطور که درست حد زدید متعلق به دایناسوری نیست جز یک تیرکس. این مدفوع فسیل شده به دانشمندا کمک میکنه تا بهتر بفهمن که دایناسورها دقیقاً چیا میخوردن. آیا میدونید رنگ متوسط کیهان لاته کیهانی نام داره؟ طی مطالعه‌ای که در سال 2002 انجام شد، ستاره شناسان به این نتیجه رسیدن که نوری که از کهکشان‌ها میاد به طور متوسط به رنگ بژ نزدیک به سفید تبدیل میشه. آیا میدونید گذر زمان برای انسان‌ها و حیوانات متفاوته؟ برای حیوانات کوچکتر دنیای اطراف اونا در مقایسه با انسان‌ها کندتره. برای مثال مارمولک‌ها زمان رو کندتر از سگ‌ها و گربه‌ها تجربه می‌کنند. این به این دلیله که درک زمان بستگی به این داره که مغز به چه سرعتی میتونه اطلاعات دریافتی رو پردازش کنه. آیا میدونید اگر تمام باکتری‌های جهان رو روی هم بذاریم طولشون تا 10 میلیارد سال نوری کشیده میشه؟ میکروب‌های زمین که طولشون حدود 1/1000 میلیمتره با هم میتونن بیش از 20,000 بار به دور کهکشان راه شیری بپیچن. آیا میدونستید بستن سفت کروات میتونه جریان خون به مغز رو تا 7.5% کاهش بده؟
این کار همچنین میتونه باعث سرگیجه، حالت تهوع و سردرد بشه. آیا میدونید خنده شدید میتونه واقعا سبب مرگ یک نفر بشه؟ در بعضی‌ها خنده شدید میتونه باعث حمله قلبی و یا حتی خفگی بشه. آیا میدونستید در سال بیشتر از 1 میلیون پرنده مختلف توسط توربین‌های بادی در جهان کشته میشن؟ آیا میدونستید قدرت یک اسب بیشتر از یک اسب بخاره؟ یک تحقیق در سال 1993 نشون داد که حد اکثر قدرتی که یک اسب میتونه تولید کنه 18,000 واته و این یعنی حدود 24 اسب بخار قدرت. آیا میدونستید اسب‌های آبی نمیتونن شنا کنن؟ اسب‌های آبی استخوان‌های بسیار بزرگ و سنگینی دارن و این حیوان اصلاً شناور نیست. اسب‌های آبی وقتی در آب هستن در واقع روی کف رودخونه یا دریا میدوئن و بالا پایین میپرن. جالبه بدونید اسب‌های آبی میتونن حتی زیر آب هم بخوابن. وقتی اونا خوابن طی یک واکنش غیر ارادی و بدون اینکه بیدار بشن به سطح آب میان، یک نفس میکشن و دوباره میرن زیر آب و میخوابن. آیا میدونید در نیمکره جنوبی در مقایسه با نیمکره شمالی ماه وارونه به نظر میرسه؟ آیا میدونستید ناخن‌های شما در روزهای گرم تابستونی سریعتر رشد میکنن؟ و اون احتمالاً به دلیل افزایش خونرسونی به نوک انگشتانه. همچنین یه دلیل دیگه میتونه این باشه که شما در تعطیلات تابستونی هستید و استرس کمتری دارید. آیا میدونید حیوانات میتونن به ما انسان‌ها حساسیت داشته باشن؟ تحقیقات نشون داده که حیوانات ممکنه به سلول‌های مرده ما حساسیت نشون بدن و این واکنش‌های آلرژیک نیز میتونن شبیه واکنش‌های ما انسان‌ها باشن، مثل مشکلات تنفسی و یا تورم و خارش‌های پوستی. آیا میدونستید آمار نشون داده که رزمیکارانی که قبل از شروع مسابقهشون لبخند میزنن به احتمال بیشتری شکست خواهند خورد؟ باور بر اینه که یک لبخند میتونه نشون دهنده ترس یا تسلیم باشه. آیا میدونید اگر 2 تا آینه رو روبروی هم بذاریم اونا بازتاب بی‌نهایت ایجاد نمی‌کنن؟ وقتی 2 تا آینه رو روبروی هم میذاریم هر انعکاس از انعکاس قبلی تیره تر خواهد شد تا جایی که بازتاب به کل محو خواهد شد. حالا شاید بپرسید پس این 2 تا آینه چند تا بازتاب ایجاد میکنن؟ بستگی به اندازه آینه ها تعداد بازتاب میتونه حدود 200-300 تا باشه. آیا میدونستید چرا بازیکنان فوتبال زیاد تف میکنن؟ چون در هنگام ورزش میزان پروتئین ترشح شده در بزاق بیشتر میشه. یک مخاط پروتئینی به نام MUC5B هنگام ورزش بزاق فرد رو غلیظ‌تر میکنه و در نتیجه قورت دادن اون سخت‌تر میشه و برای همین فرد تمایل بیشتری داره تا اون رو تف کنه. باور بر اینه که این پروتئین MUC5B احتمالاً برای جلوگیری از خشک شدن دهان در هنگام ورزش فعال میشه. و در آخر آیا میدونستید طول بال بزرگترین پروانه جهان 31 سانتی متره؟ پروانه های بال پرنده‌ای ملک الکساندرا بزرگترین پروانه ها در جهان هستند. این پروانه ها که در خطر انقراض قرار دارند بیشتر در جنگل های استان اوروی پاپوآگینه نو زندگی می کنند. خب اینم قسمت 235 برنامه آیه میدانستید بود. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره و در آخر و مثل همیشه زنده باد انسانیت.